شماره 1. فرق ویدرها. فرق بین ویدر بدراک و ویدر جاوا اینه که ویدر بدراک وقتی اسپان میشه ورجه میکنه، ولی ویدر جاوا یه جا ثابت میمونه که تا انرژیش کامل پر بشه. یه فرق خیلی خجالت آور و فشار آوری هم اینه که ویدر بدراک وقتی به نصف جونش میرسه 3 تا ویدر اسکلتون اسپان میکنه، ولی ویدر جاوا اسپان نمیکنه. شکل مردنشون هم فرق میکنه. ویدر بدراک بعد مردن میترکه، ولی ویدر جاوا کلا میره. شماره 2. راه تنفس با کمترین امکانات. همینطور که احتمالا اینو همتون میدونید، توی جاوا با گذاشتن در میتونید 2 تا بلاک هوا تولید کنید، ولی توی بدراک نمیشه. و توی بدراک راههای دیگه‌ای برای تنفس وجود داره که توی جاوا امکان پذیره. در موردش هم یه ویدیو میذارم. شماره 3. دستگاه TNT ساز بی‌نهایت. ما توی ماینکرافت یه دستگاهی داریم که میتونیم باشه یه لایف هکی درست کنیم و TNT بی‌نهایت درست کنیم که خوراک ماینه. ولی متاسفانه تا اینجا اومدی نمیخوای لایک و ساب بکنی؟ لایک و ساب بکن، مرسی. ما بدراک پلیرها شانس نداریم و اکثر اینا فقط توی جاوا کار میکنه که این واقعا خیلی بده. همونطور که توی تصویر داریم مشاهده میکنیم برای جاوا کار کرد، ولی مال بدراک و همینطور که میبینید برای بدراک کار نکرد. شماره 4. شکل رنگ کردن آیتم ها. همینطور که هممون میدونیم توی آپدیت جدید ماینکرافت یه آرمور رو اومده به نام ولف آرمور که عین توتم برای یک ولف عمل میکنه، ولی میدونستین که میتونید اینا رو رنگ کنید و بدین باز ولفاتون اینا رو بپوشن، ولی طرز رنگ کردنشون فرق میکنه. بدراک باید این کاسه رو بیارید و توش رو پر آب کنید و یه رنگ دلخواه بزنید، بعدم ولف آرمور هم روش کلیک کنید، این شکلی رنگ میشه. اما توی جاوا فرق میکنه و شما نمیتونید با استفاده از این روش ولف آرمورتون رو رنگ کنید. باید به جاش یک کرافتینگ تیبل بیارید و ولف آرمور رو و رنگ دلخواهتون رو داخلش قرار بدید، یا به جاش میتونید توی کرافتینگ تیبل دستتون هم بذارید و راحت رنگش کنید. بالاخره طرز شماست، میتونید توی کرافتینگ تیبل باشه، میتونید توی کرافت دست خودتون باشه. قل آتش روی لبهاته خوشگلی والله عجب. از زمان صفویه سلام دختری. از زمان صفویه گویدلمون، زمان قاجار اینا سند ها گویدلمون، زمان پهلویه گویدلمون، جمهوری اسلامی هم داره گاهمون.